یعنی من تعجب می کنم از دروغگویی این مراجع و آخوندهای شیعه. به یاد داشته باشید که ما از 4 سال به این طرف بارها و بارها و در کلیپ های مختلف در مورد جنایاتی که امام زمان در آخر الزمان انجام میده صحبت کردیم. از جمله جنایاتی که ایشون انجام میده در آخر الزمان اینه که به حکم غیر حکم الله و رسول حکم میکنن، یعنی اصلا به حکم اسلام حکم نمیکنه در بین مردم. میشه گفت که امام زمان صهیونیست به حکم بنی اسرائیل و صهیونیستا حکم میکنه، یعنی اسرائیل دقیقا همین حکمی که امروز در اسرائیل هست. اونا میگن که مملکت داوود و حکم آل داوود و حکم بنی اسرائیل به همون چیز حکم میکنه. نکته خیلی مهم این که قرآن جدید میاره، ما اینو ثابت کردیم بارها و نه 1 2 تا 3 تا 10 ها سند نشون دادیم در این مورد که قرآن جدید میاره. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، وقتی که خجالت نکشی کسی، اگر خجالت نمیکشی هر چی که دلت میخواد انجام بده. چون این آخوندا چیزی به اسم شرم و حیا و خجالت و عزت و شرف و این چیزا که ندارن، به خاطر همین بارها دروغ میگن. امروز من به شما قول میدم که این کلیپ رو پخش میکنم و تحدی میکنم همینجا که این آخوند دروغگو بیاد تو شبکه، این رئیس گروه مهدویت تو شبکه ولایته، بیاد و در مورد همین روایت هایی که ما نشون میدیم صحبت بکنه. این کارو نخواهد کرد و اگرم بکنه چیکار میکنه؟ یه ماستمالیش میکنه، مثل قضیه دروغی که بسته بود به کتب اهل سنت که در کتب اهل سنت اومده که در 4 منبع رو بیان کرده بود، مهمترین منابعی که در اون به اصطلاح خودش تولد امام زمان ذکر شده و ما آوردیم با این کتاب ها رو نشون دادیم و ثابت کردیم که این انسان یک انسان بی حیای دروغگو است. تنها دروغگو نیست، بی حیا هم هست. این کلیپ رو با هم ببینیم. و جوسازی علیه امام زمان. خب که چی؟ امام زمان بله دین جدید میاره که اصلا ما یک روایت هم نداریم که امام زمان بله دین جدید اصلا به اون عنوان ما نداریم. حتی راجع به قرآن هم سوال کردن که قرآن ابدا اصلا خیلی این من بی کسانی که این تبلیغات میگم بهشون گفت اصلا شما خودتون همون دین پیامبر عمل کردید؟ به قرآن پیامبر به قرآن خدا عمل کردید یا فرسنگ ها فاصله دارید؟ پس ما روایتی که بفرماد امام زمان قرآن جدید، استغفر الله، روایات به تأکید میکنند ادعوکم الی کتاب الله، شما را دعوت میکنم که به سوی کتاب خدا، هرچی که کتاب خدا زنده کرد اون زنده کنید. هرچی که یعنی فرهنگ قرآنیه و الی سنت رسول الله، سنت پیامبر اکرم. بله پس صحبت این که قرآن جدید که این همچی چیزی حتی تبلیغات است که اینها راه میاندازن. بله همین داعشی ها و وهابی های پدر سوخته رفتن در کتاب های این بیچاره های بیگناه این مطالب رو نوشتن و اینا اصلا ابدا روحشون هم خبر نداره. شما اصلا باور نکنید این که مثلا این تو کتاباشون یعنی امام زمان قرآن جدید میاره، دین جدید میاره، اصلا ابدا. استغفر الله، این چیز رو استغفر الله میگه. یعنی شما تصور بکنید بی حیاتر از این آخوندها در جهان میتونید کسی رو پیدا بکنید در بین بشریت؟ حالا ما نشون میدیم که در کتاب های اینا هست یا نیست. من یک فولدری دارم به اسم امام زمان صهیونیست. در این فولدر من روایت هایی رو جمع کردم که این امام زمان چگونه حکم میکنه. اولیشو نشونتون میدم، بصائر الدرجات. 'درجات'، 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 'درجات'،
ثقه الجلیل محدث النبیل شیخ قمیین ابو جعفر محمد ابن حسن ابن ابن فروخ الصفار هست. بله، از اصحاب امام حسن عسکری هستیم. کتاب بصائر الدرجات، اینم شناسنامش، اینم در صفحه 295. البته شما باور نکنید که این کتاب شیعه است. این وهابی‌ها داعشی‌های پدرسوخته رفتن تو وسط کتاب‌ها اینا چیزایی رو نوشتن، بعدن تو همون چاپخانه‌های قم و بیروت و بحرین و اینجا چاپ کردن. اینو خدا نکنه که این آخونده اعتقاد داشته باشن به این چیزا. میگه که باب فی الائمه من آل محمد انهم اذا دحروا حکموا به حکومت آل داود. در این باب میگه که در این باب کاملی که روایات رو جمع کرده که ائمه آل محمد که ظهور بکنند به حکومت آل داوود حکم میکنن. در اینجا روایت میاره از امام جعفر صادق، میگه که این دنیا به پایان نمیرسه تا که مردی از ما یعنی از اهل بیت ظهور میکنه که به حکم آل داوود حکم میکنه ولا یسأل عن بینه، اصلا شاهد نمیپرسه. مثلا شما رفتی پیشش گفتی امام زمان فلانی مثلا اومده ماشین منو دزدیده، نمیگه شاهد داری یا نداری، بیارید پدر سوخته رو گردنشو بزنید. هیچ شاهد و دلیل و محکمه و دادگاه و قاضی و این مسائل نیست، همینطوری فقط گردن میزنه. روایت بعدی میگه که از امام جعفر صادق روایت میشه که در اینجا میگه وقتی که شما ظهور بکنید به چی چیز فبما تحکمون، به چی چیز حکم میکنید؟ میگه نحکم به حکم آل داوود، به حکم آل داوود حکم میکنیم. روایت بعدی هم همینو میگه که به حکم داوود و آل داوود حکم میکنه، یعنی فرزندان داوود بنی اسرائیل. همچنین در روایت چهارم میگه که به حکم آل داوود حکم میکنه. در روایت پنجم میگه که قائم آل محمد آمد به حکم آل داوود حکم میکنه. این روایاتی که در این باب آورده. این از این کتاب. روایت بعدی مستدرک الوسائل از حاج میرزا حسین نوری تبرسی. اینم این بیچاره حاج میرزا نوری تبرسی روحش خبر نداشته که رفتن تو کتابش این مسائل رو نوشتن و اینم شناسنامه کتابش. کلا در این صفحه همه روایات میگه که حکم آل داوود حکم میکنه، حکم آل داوود حکم میکنه، به حکم سلیمان حکم میکنه. این همه روایات به حکم داوود حکم میکنه. اینجام روایاتش 10 تا روایت آورده که همه این مطلب رو میرسونه. تشکر احمد جان. کتاب بعدی کتاب اصول کافی جلد 1 و 2 ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی. در اینجا در صفحه 237 در اینجا بابی داره که ائمه وقتی ظهور میکنن، باب 156، به حکم داوود و آل داوود حکم میکنن، شاهد نمیپرسن در وقت حکم کردن. و اینم روایاتی که در اینجا آورده همه شما نشاندهی کردیم. حکم آل داوود، حکومت آل داوود، حکم الله و حکم داوود، حکم آل داوود، حکم آل داوود و حکم محمد. حالا اینجا یک کمی رحم کردن به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، اینو بعد از آل داوود آوردن در اینجا، در حالی که دین اسلام که اومد همه این ادیان رو منسوخ کرد. نمیدونم چه بدی دیدن در دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که به دین اینها حکم میکنن. بهار الانوار جلد 51 صفحه 428 روایت 153 در اینجا در همین مسئله از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت میکنن که وقتی که امام زمان بیاد الله رو به اسم عبرانی زبان اسرائیلی هست، الان زبان عبری میگن یا عبرانی، میگه اونجا به اسم عبرانی ایشون رو صدا میکنه. یعنی از دیگه شما باید یاد بگیرن این خاصا این بسیجی ها و لباس شخصی ها و اینها زبان عبری رو یاد بگیرید، چون که امام زمان بیاد دیگه شما هرچه داد بزنید یا مهدی ادرکنی امام زمان ما این مخلصین تو این همه سر کلمون زدیم به خاطر ظهور تو، این حرفا عالیش نمیشه، چون که به زبان عبریشون صحبت میکنه، باید زبان اسرائیلی ها رو یاد بگیرن. این بهار الانوار جلد 26 در اینجا هم روایات گوناگونی داره که
امام زمان که میاد به حکم آل داوود حکم میکنه، به حکم آل داوود حکم میکنه. فبما تحکم، به چی چیز حکم؟ به حکم آل داوود حکم میکنه. در اینجا هم به حکم داوود قضاوت میکنه. تشکر احمد جان. این از کتاب بهار الانوارشون بود. اینم در جلد 26 کتاب بهار الانوار. در اینجا هم این روایت رو آورده که در حدیث 155 که به حکم داوود و سلیمان حکم میکنه امام زمان. تشکر میکنم. من سری رد میشم از این روایت ها. دوستان فقط یادداشت بکنن وسایل شیعه از حر آملی جلد 9 در اینجا هم در صفحه 506 به حکم آل داوود حکم میکنه، شاهد نمیگیره. تشکر میکنم احمد جان. روایت بعدی الغیبه نعمانی، بهار الانوار، تفسیر عیاشی، همه اینا نشاندنده این است که امام زمان به زبان عبری، خداوند رو به زبان عبری صدا میکنه، به زبان عربی صدا نمیکنه. از ابو عبدالله در صفحه 326 کتاب الغیبه در اینجا این روایت رو آوردن. همچنین در بهار الانوار هم این روایت رو آوردن در صفحه 428 که الله تعالی او رو به اسم عبرانی خودش صدا میکنه. تشکر میکنم احمد جان. تفسیر عیاشی در اینجا هم همین مطلب رو آوردن در تفسیر عیاشی که ایشون رو به اسم عبرانی صدا میکنه و با حکم آل داوود ایشون حکم میکنه. تشکر. و همه اینا نشان دهنده این مطلب است که امام زمان به حکم غیر از اسلام حکم میکنه. مییم رو قضیه قرآن. گفت که نه استغفر الله که امام زمان قرآن جدید بیاد. من این بهار الانوار دوستان عزیز نشون بدن، ملا باقر مجلسی جلد 51 صفحه 412 در اینجا میگه که امام زمان که بیاد 500 تا از قریش رو میگیره، گردنشون رو میزنه. بعد از اون چی امام زمان میره مسجد الحرام رو خراب میکنه و گفتیم که قبله مسلمانان رو به کوفه تغییر میده. اذا قام قائم جاء بامر جدید، به یک دین جدید، به امر جدید میاد. کما دعا رسول الله فی بدء الاسلام الى امر جدید، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک دین جدید در شروع اسلام مردم رو دعوت میکردند. بعد ادامه میگه و حکم بین الناس به حکم داوود و حکم محمد، به حکم آل داوود و حکم محمد حکم میکنه. مساجد رو خراب میکنه. در اونجا میگه که خیمه ها رو میزنن. از امام باقر روایت کرده که مردم قرآن یاد میدن آنچنان که به الله سبحانه و تعالی نازل کرده بود. سخت است در اون روز کسانی که امروز قرآن رو حفظ کردن در اون موقع قرآن رو یاد بگیرن. در صفحه بعدی در صفحه 426 همین روایت ها رو داره. میگه که امیرالمومنین حضرت علی فرمودن که انگار من دارم به شیعیان نگاه میکنم که در مسجد کوفه خیمه ها رو زدن، مردم رو قرآن یاد میدهند آنچنان که نازل شده است. اما ان قائمنا اذا قام و کسر و سوا قبلته، و وقتی که امام زمان بیاد اصلا قبله رو عوض میکنه و گفتیم که قبله رو به سوی کوفه تغییر میده. اینجا میگه که حضرت علی هم گفته که من مثل این که عجم رو میبینم که خیمه‌هاشون رو زدن در مسجد کوفه، مردم رو قرآن یاد میدن آنگونه که نازل شده است. گفته شد که ای امیرالمومنین اولیس هو کما، این قرآنی که دست ماست اونگونه نیست که نازل شده؟ فقال لا، گفت نه بابا اینطوری نیست، خیلی چیزا از این قرآن پاک شده. اسم 70 تا از قریش، اسم پدراشون و اسم ابولهب رو هم گذاشتن به خاطر اینکه به رسول صلی الله علیه و سلم توهین میشه. و روایات جدیدی که در اینجا میگه که دین جدید میاره با عرب، بعد امام زمان گردن عرب ها رو میزنه و دروغ های دیگری که در اینجا آوردن. همچنین آقای نفس الرحمن فی فضائل سلمان حاج میرزا حسین نوری تبرسی اینم میگه که در باب دوم صفحه 131 میگه که برای عرب خبر بدی دارم که هیچ کس از آنها با امام زمان خارج نمی شود. و در اونجا میگه که از علی شنیدم که میگوید انگار دارم میبینم که عجم خیمه‌هاشون رو زدن در مسجد کوفه، مردم رو قرآن یاد میدن هان گونه که نازل شده است. میگه از امیرالمومنین گفتن آیا این قرآن اون گونه نیست که نازل شده؟ گفت نه بابا اون گونه نیست، خیلی چیزا از این قرآن پاک شده، از آن جمله اسم 70 نفر از قریش که اسمشون اسم پدراشون بود و اسم ابولهب رو هم گذاشتن برای توهین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
این نمونه هایی است از این مطالب که در کتاب های اینا هست و این آخوند از خدا بی خبر میگه که استغفر الله، هیچ اصلا امکان نداره که امام زمان با دین جدید و با قرآن جدید بیاد.